خب هفته هفتم لیگ برتر توی 3 روز برگزار شد. اتفاق مهم این هفته صدرنشینی استقلال و توقف روند پیروزی‌های متوالی سپاهان بود. اما این روز حواشی هم اتفاق افتاد. توی بازی استقلال و آلومینیوم عراق اتفاقاتی افتاد که جفت تیم‌ها به داوری اعتراض می‌کردن. اما اتفاق عجیب این نبود. توی صحنه همه کارشناسا جز یه نفر معتقد بودن گل استقلال روی صحنه‌ای رخ داده که اصلاً کرنر نبوده. این نکته توی بیانیه آلومینیوم عراق در مورد اشتباهات داوری بازی هم اومده بود و آلومینیومیا حسابی کره گرفته بودن. اما یهو توی چند دقیقه همه نظرشون رو تغییر دادن و گفتن نه اشتباه کردیم. گل استقلال درست بود. حالا چطور شده که توی نیم ساعت یهو اینجوری نظرتون تغییر میکنه؟ خب چرا از همون اول درست نظر نمیدین؟ چرا درست صحنه رو نمیبینین؟ استقلالی هم خیلی جدی معتقد بودن که یه پنالتی برای این تیم گرفته نشده. اما بازم هر دوی تیم‌ها از داوری به خاطر اشتباهات شکایت کردن. اما حاشیه اصلی مربوط میشه به پرسپولیس. پرسپولیس دیروز بازی انجام داد که بی‌نظیر بود. شما دم دروازه حریف نفس هم بکشی امکان نداره امید گل 800 رو ثبت کنی. ولی پرسپولیس موفق به انجام این کار شد. دو تا صحنه حساس هم داشت که پرسپولیسیا میگفتن حداقل یه پنالتی برای پرسپولیس گرفته نشده. حالا چرا حداقل یکی؟ احتمالا خودشون هم میدونستن صحنه خطا رو امید و عالیشاد بیرون از محوطه جریمه بوده. اما این بازی یه حاشیه عجیب داشت. اونم این بود که برای اولین بار گزارشگر بازی تو شهرستان رو یه گزارشگر تهران فرستادن که بره گزارش بکنه. بهنام بابازاده رفته بود انزلی تا بازی رو گزارش بکنه. خب چرا؟ مگه خودشو گزارشگر نداشتن؟ بعد از بازی پرسپولیس بود یه جنگ رسانه‌ای شروع شد. از اولش بخوایم شروع کنیم، بعد از بازی پرسپولیس و ملوان خبرنگارا رفتن از گل محمدی در مورد بازی سوال کنن. ولی انگار مسائل دیگه براشون مهمتر بود و چون حاشیه دوست دارن از گل محمدی در مورد حرفای خانی عضو هیئت مدیره استقلال و رد کردن سقف قرارداد استقلالی پرسیدن. یحیی هم نه گذاشت نه برداشت، یهو گفت خانی بزرگتر از دهنش حرف زده. انگار جایگاه آدما عوض شده. به قراردادهای 100 میلیونی و 160 میلیونی هم یه تیکه‌ای انداخت. اما این شروع ماجرا بود. مدیر روابط عمومی پرسپولیس هم حرفای منتشر کرد. از شب قبل چند تا استوری منتشر کرد. دیروز هم این اتفاق افتاد. در مورد رعایت نکردن سقف قرارداد و نمیدونم پرداخت‌های خارج از قرارداد و چرا یه بازیکن زیر 200 میلیون قرارداد بسته ولی 1 میلیارد خورده پول گرفته یا غیره و غیره و غیره. آخرش هم گفته نهادهای نظارتی ورود کردن. یه منبع موثقم اضافه کرده به حرفاش که بگه حرفام درسته. پرسپولیس یه بیانیه علیه داوری منتشر کرد و کلی خودشو مظلوم جلوه داد و گفت سرمون رو بریدن. در مورد صحنه امید عالیشاه که گفتیم کارشناسای ورزش 3 غیر از یه نفر همه گفتن خطا نبوده. در مورد صحنه اول دارم میگم. تا حالا پرسپولیس تو این زمان کم ضایع نشده بود. جالب اینه حتی علی نعمتی هم علیه استقلال حرف زده و گفته اینا پول گرفتن ولی مشکلات برای ماست که این همه قهرمان شدیم. استقلالی هم به خودشون گرفتن و بیانیه دادن که آقا این همه هر روز میگین در مورد ما صحبت نکنین و فلان، یهو چند نفری این همه استوری علیه باشگاه میذارین و مصاحبه میکنین و تهمت میزنین که چی؟ شکایت کردین حالیتون میشه با دم شیر بازی نکنین. 3 تا بازی با کمک داوری نباختین و بردین. اگه بازم این اتفاق میافتاد این حرفا رو میزدین. مهدی واعظی خبرنگار و مجری سابق تلویزیون هم در مورد خبرنگارای اعزامی به انزلی حسابی انتقاد کرد. گفت حالا چرا در مورد بازی سوال نپرسیدین؟ 20 خورده نفر رفتین که چی؟ چرا حاشیه رو میخوان از این تیم دور کنین؟ اینا خلاصه از حاشیه‌هایی بود که دور و بر استقلال پرسپولیس تو 2-3 روز گذشته اتفاق افتاد. اما در مورد بقیه تیم‌ها هم خبرایی بوده. مثل خبر ناراحتی بازیکنان تراکتور از پاک و خمس که گویا استوری گذاشتن و تکذیب کردن و گفتن نه پشت تیم هستیم و تلاش می‌کنیم تا جبران بکنیم و این حرفا. البته شایعاتی هست که میگه به خمس گفتن بهتره بازی بعدی رو ببریم وگرنه بای بای. ساکت الهامی که تیمش برنده شده بود یهو قهر کرد و استفاده داد. حالا چرا؟ چون قراردادهای بازیکن‌ها کادر فنی درست و درمون پرداخت نشده. الهامی یحیی درونش بیدار شده انگار. میگن تلفنش هم از دسترس خارج کرده. بابا این گل محمدی بازی‌ها چی از خود در میاری؟ خب هر خبر و حاشیه مهمی که تو این 2-3 روز اتفاق افتاده با هم دیگه مرور کردیم. به نظرتون استقلالیا درست میگن یا پرسپولیسیا؟ فکر میکنین استقلال قرار جریمه بشه و حقش جریمه بشه یا نه؟ ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. حتما کانال رو سابسکرایب بکنید، این ویدیو رو لایک بکنید و نظرتون در مورد این ویدیو تو کامنت ها برامون بنویسید. فقط تو رو خدا فحش ندید.